دادگاه کولوب روز 25 فوریه رخزورمای دولت مربیای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 1 شهر کولوب را در مناسبت بهرمانه نسبت به کودکان گناهکار دانست. رخزورمای دولت بر اساس ماده 174 اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیه نابالغ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شد. مرکز مطبوعات پروکراتور گنرالی تاجیکستان گفت تفتیشات پیشکی مقرر نمود که استقامت کننده شهر کولوب رخزورمای دولت به حیث مربیه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 1 شهر کولوب کار کرده عهدهداری های قانونا به ذمه‌اش گذاشته را عاید به تعلیم و تربیه کودکان نامطلوب اجرا کرده نسبت تربیت گیرندگان نابالغ مناسبت های بهرمانه می نموده است. از جمله 23 نوامبر سال 2020 هنگام اجرای عهدهداری خود عاید به تعلیم و تربیه کودکان در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی بالا ذکر شده به خردسالان رحمانوف سعید مدثر سال تولدش 2015 و نظروف نظرعلی سال تولدش 2016 مناسبت بهرمانه نموده برای آرام نشسته بازی کردن در حجره بازی همین مؤسسه قاشق الومینی را در بخاری تفسان گرم نموده با مقصد سرزنش دادن به واسطه آن رخزاره نامبردگان را سوزانیده به سلامتیشان ضرر سبک جسمانی رسانیده است گفته می شود در اطلاعیه پروکراتور گنرالی.